من اکرم عالما فقد اکرم 70 نبیا. هم خیلی روایت بوده است کسی یک عالمی را احترام کنه گویا که 70 پیغمبر احترام کرده است. احترام علما این یعنی که حتمی هست، فرض است. لیکن حدیث آیا آمده است یا نه؟ از ابو هریره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من اکرم عالما فقد اکرم 70 نبیا ومن اکرم متعلما فقد اکرم 70 شهیدا ومن احب العلم والعلماء لم یکتب علیه خطیئه ایام حیاته. این حدیث جا واهمه بوده است، یعنی کسی یا عالم احترام کند 70 پیغمبر رو احترام کرده است و کسی شاگردی عالم یعنی شاگرد طالب علم اگر احترام کند گویا 70 شهید احترام کرده است، اکرام کرده است. و کسی علم و علما را دوست دارد برای او در حیاتش یگان گناه نوشته نمیشد. قال المصنف هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. این حدیث از پیامبر صلی الله علیه وسلم صحیح نیست، یعنی این از نام رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن ممکن نیست. و فيه محمد بن عمرو قال يحيى بن معين ما زال الناس يتقون حديثه. در داخل سند این حدیث محمد ابن عمرو گفتگی آدم است، یحیی ابن معین گفتن که همیشه مردم از حدیث این آدم میترسیدن، یعنی احتیاط میکرد. حدیث این آدم حدیثاش من حدیث مثال حکمش نخونده از ظاهرش دروغ بودنش معلوم بود. و این کتاب این حدیث در کتاب العلل المتناهیه ابوالفرج ابن الجوزی آوردن. این حدیث علاقه دلالت میکند به ضعیف بودن این حدیث. وقال احمد بن حنبل لا يصح في هذا شيء. در این مسئله گم حدیث صحیح نآمده است. یعنی حدیث وقتی که ضعیف هست معناش اینه که احترام کردن عالم شرط نه، احترام کردن یک مسلمان حتمی هست. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. کسی که با الله و روز قیامت ایمان داشته باشه همسایه‌اش احترام کند، اکرام کند، احترام کند. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کسی اگر با الله و روز قیامت ایمان داشته باشه مهمانش احترام کنه. اون مهمان عامی هست، عالم هست یا آدمی عادی هست، وظیفه شما احترامی یعنی که مهمان است. یعنی که یک شخصیت های عادی همسایتون وظیفه دار است که احترام کنید. عالم ها به طریق اولا. بله علم وقتی که عالم احترام میکنید و عالم هم اگر گوید که عالم احترام کن گفت این معناش اینه که من احترام کن گفته است. این حقوق شریعت است. حتی بعضی علما گفتن که اگر کسی در مجلس قاضی بی‌آدابی کند نسبت عالم، اون قاضی عالم است اصلا، قاضی که از روی شریعت حکم میکند او اصلا عالمه، چون که چخیل از روی شریعت حکم میکنه اگر قرآن را نداند حدیث را نداند اون عالم شریعت هست. اگر کسی که نسبت قاضی وقتی که قاضی حکم میبرد که دستش بریده شود یا فلان قدر مال جزا داشته یا فلان قدر من جزا اعلام میکند، اگر حقارت کند، عالم اگر گوید که من بخشیدم گویدم بخشیده نمیشد. میگم برای چی؟ برای اینکه خود شخصیت عالم حقوقش پایمال نکرد، حقوق شریعت پایمال کرد. یعنی احترام عالم این امر شریعت است. حدیثی صحیح نیست به این معنی نه که اینه که احترام کرده نشود، نه، احترام کرده شود. حتی طالب علم، حتی کسی که یک ذره از شما علم زیاد دارد باید احترام کنید و عمومی مسلمان ها هم احترام کنید. لیکن هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ مگر آنهایی که علم دارند و آنهایی که علم ندارند برابرند؟ البته حق علم دار داده شود باید. و یکی از کدام که انسانی که طالب علم باشد یکی از راه جمع کردن علم نائل شدن به علم احترام علما و محبت علما هست. کسی نسبت علما نسبت استادش بیادابی میکنه او غالبا از علم محروم میشد. و کان ابو سلمة یمار ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. ابو سلمة با همراهی عبدالله ابن عباس جدال میکرد، مناقشه میکرد با استاد، فحرم بذلك علما كثير. بس به همین بیادابی هاش از علم زیاد محروم شد.
حتی علم داشت میگم ولی بر وقت از دنیا گذشت، علمش به مردم نرسانیده از دنیا گذشت، از علم از خیری بسیار محروم شد. ما یه طلبه داشتیم از یمن بود، هم کورس بود، در فاکولته حدیث میخوند، با استاد حدیث یا استاد شرح نیل الاوطار کتاب شوکانی درس میگفت. واقعا علمدار بود و صاحب مصنفات است. آدم چند کتاب های با قوت نوشته است. با همین آدم مناقشه میکرد و دیر نگذشته از دانشگاه اخراج کرده شد به سبب بی‌آدابی هاش و تهمت هاش. نسبت استاد تهمت کرد و شعر نوشته است. حتی ببینید به درجه علمدار بود که نسب استاد تحقیر میکند. نسب یعنی که استاد در یک مسئله خلاف او برآمد، او قول یک عالم گرفت، استاد دیگر قول راجح کرد، قطعش مناظره و جنگ و جدال کرده، در حق استاد شعر نوشته است چند بیت، تحقیر میکند هم استاد هم نسبش. اون نسبش در زیر اون نسب صدها هزار آدم زندگی میکرده است در دنیا. یعنی عمومی نسب رو تنقید میکند. یا آدم نه نسبشه، یعنی هر کسی که در همین عائله زندگی میکند هموهای تحقیر میکند. و خلاصه جنگ و جدال کشاکشی. بعد میگوید که استاد مالی وقتی که قاضی حکم میکند که توبه کن، یعنی که عذر پرس، وقتی که عذر میپرسد خسته در نزد مجلس قاضی، استاد میگوید که من عذرش قبول نمیکنم مگر همون چند بیت شعر قطعی من تنقید کرده باشد، همون قدر بیت که شعر نوشته و توبه کند در شعرش. بعد میگن در شعرش هم ظاهرا یک آدمی که قدر علمی با قوت ندارد خوانده برات ظاهری شعر همین که همین طلبه توبه کرده است، از استاد عذر خواسته ایستاده است، لیکن با یک اشاره های نازک باز استاد تنقید کرده است. ماهر است، دانا هست، علمدار است. حالی کورس یک بودیم، اون سالهای 2003 بود، از جامعه اخراج کرده شد، از دانشگاه یعنی فصل کرده شد برای بی‌آدابیش، برای بی‌حرمتیش. خب دیگر خوانده نمیتواند در دانشگاه ها، به سبب اینکه از یک دانشگاه اگر اخراج کرده شد دیگر در آمده نمیتواند، یعنی از علم محروم میشد. استاد احترام میکنید. ولی بعضی استادا مثلا بیچاره ها گاه ها خیلی 5 ساعت درس میتید، میرد کمتر استراحت میکند نمیکند، با درسی پگاهینه تیار میکند یا با دیگه کارو بارش اهل و عائلش پگاه درس میبیاد. بعضی طلبه ها وقتی بسیار دارد بحثی بسیار کتابا رو خونده میبیاد، از هر یک گپی استاد یک قول نقل کند دیگر قول میبیارد، یعنی همراهی استاد در درس کشاکشی میکند، به مردم نشان میدهد که علم دارد، یعنی دیگرها گوش میکنن از استاد یک چی بهره برند، او باشد همراهی استاد یک سخن گفت، نه فلانی سخن نگفتند، فلانی دیگر سخن نگفتند، در فلان جا فلان خیلی آمدگی است، بی‌آدابی میکردند. و کسی که نسبت استاد بی‌آدابی میکنه از علم محروم میشد. یکی از ارکان آموختن علم این احترام اهل علم است و آداب داشتن است. اگرچه استاد خطا کند، اصلاح استاد مانند اصلاح شاگرد نیست، اصلاح استاد مانند اصلاح فرزند نیست. اون اصلاح قاعده دارد.